متهم کردند و سانکسور کردند گویا شیعه برای من شخصا که خودم بیگانه از این نیستم، برای خودم این یک تأخیر است. یعنی شیعه بودن این جرم بوده است در تاجیکستان. حالا این نیست که ایشون پشتیبان از اهل سنت و جماعت باشد. اصلا با اهل سنت و جماعت کاری که نداره دیگر. اون افرادی که در زندان انداختن با نام سلفی و با نام نهضتی و با نام حزب تحریر، اونا که شیعه نبودن، اونا همش سنی هستن. خداوند اگر چقدر عمر داده باشد معلوم نیست، ولی رفت. باز فرزندش، باز فرزندانش 5 سال 10 سال، یعنی از روی این منطق باید که ملت تاجیک عصرها باید تحمل کند یک خانواده، یک سلاله دزد، غارتگر، فسادکار و با یک ملت قشاق و همه پول در بانک‌های خارجی. چند سال باید ملت این را تحمل کند. من فکر میکنم که ترسی که ملت را فراد گرفته است باید با یک راه از دل مردم بیرون برآورده شود. من امروز یگان رسپت تیار ندارم بگم که راه این است. همین سخنرانی اخیر که در ماه شریف رمضان و به جای آنکه مردم را به صلح و دعوت، به صلح و ثبات دعوت کند، به همدیگر فهمی و به پاک کردن قلب‌ها از کینه و کدورت، باز هم تهمت کردن و باز هم تفریقه انداختن بین مردم برای به خاطر مذهبش یا به خاطر منطقه‌اش یا حزبش، من فکر میکنم که این دیگر الکی بیماری هست.